لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین میگه انسان من در زیباترین صورت خلق کردگی هستم. گل وصف کردن، تعریف کردن، گفتن ای گل تو زیبایی، خوشبوی، معطر هستی، مردم تو را بو میکنن. گل گفت که من شرم‌آلود و خجالتمند هستم در برابر زیبایی انسان. خداوند انسان گفت که در زیباترین صورت خلق کردم، اما من که باشم برگ و پاره پاره هستم. زیبایی من کجا و زیبایی انسان کجا؟ رب العالمین چقدر صورتی زیبا داد، چقدر یعنی برای تو عزتی بزرگ داد، قامتی بلند داد، دست و پای برابر داد، دو چشم روشنی زیبا کی بخشید، زبان شیرینی گویا کی بخشید؟ کی بخشید؟ الله رب العالمین. این همه نعمت الله هست و باید اینا را در نظر بگیرید.